عموما نمایشگاه که برگزار میشه به سه هدف برگزار میشه. یا جنس ما معرفی میکنیم، جنس جدید، تولید جدید با منظور رشد یک تولید می باشد و یا هم به منظور فروشات می باشد. عموما این نمایشگاه ها به سه هدف برگزار میشه و این نمایشگاه فعلی، نمایشگاهی که امروز برگزار شده، مشخصا به دلیل برگزار شده که شما دوستان عزیز بیاین تولیدات داخلی را ببینین و نظریات خود را شریک کنین، نظریاتتان را پیاده کنین. در آخر یک چیز بر شما میگم که ideation without execution is illusion in delusion. من زیاد مردم میشناسم که شب فکر میکنن، بیشتر از 100 نظریه دارن، ولی فردا که میشه بایک خود جور میکنن، بازم با ماموریت روان میباشن، با خود ظلم میکنن و تقاضا دارم که شما این کار انجام نبودین. زنده باشین، تشکر، خوش باشین.